ای فرزندانم، این را به شما می نویسم تا که شما گناه نکنید، و اگر کسی گناه کند ما به حضور پدر شفاعتگری داریم که عیسی مسیح عادل است و او کفارت است برای گناه های ما، و نه تنها برای گناه های ما بلکه برای گناه های تمام جهان نیز. از این می دانیم که او را می شناسیم که احکام او را رعایت می کنیم. کسی که گوید من او را می شناسم اما احکام او را رعایت نکند، وی دروغگوی است و در وی راستی نیست. ولیکن کسی که کلام او را رعایت می کند، در وی براستی محبت خدا به کمال رسیده است. از این می دانیم که ما در او هستیم. کسی گوید که در او ثابت می ماند، وی باید طوری رفتار کند که او رفتار می کرد.